يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در سلسله برنامه‌های خلفای راشدین در رابطه با واپسین روزهای زندگانی و وفات حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم، اجازه بدید چند تا نکته رو خدمت شما عزیزان بیننده ارائه بکنم. نکته اول این که در این روزها در ایران دهه خمینی و خامنه‌ای درست کردن به نام دهه فجر و این رو در واقع از قرآن کریم دزدیدن که قرآن کریم میگوید والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر واللیل اذا یسر. اونجا به شبهای دهگانه سوگند یاد میکند پروردگار که هدف دهه اول ذوالحجه هستند. آخوندها برای استحکام فساد و جنایت‌های خودشون، یعنی 12 بهمن ماه رو که خمینی با هواپیمای ایر فرانس وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد تا 22 بهمن ماه که نظام سابق، نظام شاه سقوط کرد، اینو دهه فجر نامیدند، در حالی که عرض کردم مخالف با تفسیر قرآن کریم و تعبیر قرآن کریم هست و اینها در تحریف آیات الهی عادت یهود رو دارند، همان گونه که دینشون و مذهبشون ساخته و پرداخته یهودیان هست، از عبدالله ابن سبع یهودی به ارث بردند. ولی مردم ایران بعد از 43 سال از بهمن 57 تا امروز این دهه رو الان مردم ایران دهه زجر، دهه بدبختی، دهه ذلت، دهه فلاکت، دهه فقر، دهه تنفروشی، دهه اختلاس، دهه دزدی، دهه آقازادگی و دهه هزاران مصیبت و گرفتاری دیگر که ملت ایران در این روزها باش دارن دست و پنجه نرم میکنن اسم گذاشتند. در نتیجه گرچه خامنه‌ای و دار و دستش و تعدادی از ارگانهای دولتی و غیر دولتی رو به زور و برای مصالح و منافع در مساجد و جاهای دیگر دعوت میکنن، ولی واقعیت این هست که ملت ایران دلشون از این نظام، از ولایت فقیه و اون چی که در این 43 سال آخوندها به ارمغان آوردن دلشون خون هست و امروز عزادار هستند و خیلی دارن تو دهنشون میزنن که چرا ما در واقع 43 سال پیش دست به انقلاب زدیم و پشیمون هستند از اینکه دست به انقلاب زدند. نکته دومی رو خواستم خدمت شما عزیزان یادآوری بکنم که بنده دیشب هم یک برنامه مفصل در این زمینه رفتم، تخریب مسجد شیخ فیض مشهد هست که ما صحبت کردیم. اهل سنت در این روزها عزادار هستند. در شب 11 بهمن 72 مسجد شیخ فیض مشهد، یک مسجد تاریخی با بیش از 1 قرن تاریخ در مشهد، توسط شخص آیت الله خامنه‌ای تخریب شد، برای اینکه خودش و مادرش در اونجا سالها رنج برده بودند و صدای گویا و رسای اهل سنت رو از مسجد شیخ فیض میشنیدند که خانه مادری خامنه‌ای در اون نزدیکی ها بود و این برای خامنه‌ای عقده شده بود و این مسجد تاریخی اهل سنت رو در مشهد تخریب کردند و 12 بهمن که اهل سنت برای اعتراض به خیابان آمدن در شهر زاهدان در مسجد مکی مناره ها و گلدسته های مسجد مکی رو به گلوله بستند، 10 نفر رو در داخل و خارج از مسجد کشتند، به شهادت رساندند و زخمی کردند
و صدها نفر رو دستگیر کردند و تمام تلاش های اهل سنت در سالهای گذشته، در 28 سال گذشته برای احیا و بازسازی مسجد شیخ فیض مشهد هیچ گونه پاسخ مثبتی دریافت نکرد، برای اینکه شخص خامنه‌ای پشت این جنایت ایستاده و همه میدونن که خامنه‌ای بسیار شخصی حاقد، بسیار شخصی حسود، بسیار شخصی لجباز هست و لجوج هست و معمولا حرکت‌هایش برخلاف ملت، برخلاف منافع مردم ایران هستند. در نتیجه این اجازه رو ندادن که این مسجد بازسازی بشه و اهل سنت در این روزها اگر عزاداری جایز می بود، اگر پوشیدن لباس سیاه جایز می بود، اگر به سر و سینه زدن جایز می بود، در این روزها باید اهل سنت سراسر ایران لباس سیاه می پوشیدن و به خاطر تخریب این مسجدی که کانون فکری و فرهنگی اهل سنت در مشهد بود و در اونجا دهها حافظ قرآن تربیت میشد و مرکز نشر علم دین، توحید و یکتاپرستی بود، امروز به خاطر تخریب این مسجد خدا اگر عزاداری به اون شکل جایز می بود باید لباس سیاه می پوشیدن. برای شهدای مسجد مکی، برای گلدسته های مسجد مکی که با از زمین و هوا توسط هلیکوپترهای نظام و توسط پیاده نظامهای سپاه و نیروهای اطلاعاتی گلوله باران شدند و دهها نفر رو به خاک و خون کشیدند. نکته سومی رو که میخواهم عرض بکنم، بهمن ماه یادآور خاطره شهادت دکتر احمد صیاد هست. دکتر احمد صیاد مردی از دیار گنجک، از دیار اطراف چابهار برای ادامه تحصیل به پاکستان میره، از پاکستان به مدینه منوره میرود، در مدینه منوره دکترای علم حدیث میگیرد و کتاب خصائص علی ابن ابی طالب، یعنی مهمترین ویژگی ها و فضائل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو که مال امام نسائی هست، تحقیق علمی و بررسی علمی میکند و خدمت بزرگی به اهل بیت و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه انجام میده. برمیگردد به اطراف چابهار، به گنجک و در اونجا مدرسه دارالسنه رو تأسیس میکند. 5 سال توسط نظام یا 6 سال زندانی شد و بعد از اون ربوده شد. هنگام بازگشت از امارات در فرودگاه بندر عباس ربوده شد و چند روز بعد جنازهش در اطراف فلکه مینا پیدا شد و این مرد خدا، مرد تواضع و فروتنی رو نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه در بهمن 74 به شهادت رسوندند که البته اون موقع رمضان هم ماه مبارک رمضان بود در اون سال 74. اینها رو داشته باشیم و فراموش نکنیم که امروز اگر دین زنده هست، امروز اگر اعتقادات زنده هستند، به پاس زحمات این بزرگان هست و این عزیزانی است که جان دادند تا اینکه اسلام زنده بماند، تا اینکه دین پویا بماند، تا اینکه اعتقادات اسلامی زنده بمانند. اهل سنت بعد از حمله به مسجد مکی و ترور تعدادی از علمای برجسته اهل سنت احیا شدند، زنده شدند، تعداد مساجدشون افزایش پیدا کرد، تعداد مدارسشون افزایش پیدا کرد. نظام فاسد هر چقدر فشار بیشتری بر اهل سنت بیاورد، اهل سنت رشد بیشتری خواهند کرد و امروز که مولانا محمد حسین گرگیج رو حدود 2 ماه هست که خامنه‌ای از امامت جمعه مسجد جامع آزادشهر عزل کرده و در برابر خواسته های به حق مردم اونجا داره مقاومت میکند و نماز جمعه آزادشهر رو خامنه‌ای تعطیل کرده به ظلم و به ستم و به فساد و خودش رو به دروغ ولی فقیه مسلمانان جهان میداند. مسلمانان جهان 80-90% چون اهل سنت هستند، به اهل سنت اجازه ساختن یک مسجد در تهران نمیده و مساجد و مراکز دینی فعلی تحت فشار هستند و تعدادی رو داره تعطیل میکنه و اهل سنت در اون منطقه درود بر شهامتشون، درود بر غیرتشون و درود بر مردانگیشون که هر روز جمعه دست جمعی به خانه مولانا محمد حسین گرگیج میرن، ایشون رو بر میدارن میارن در مسجد جامع گالیکش و در اونجا نماز جمعه میخونن. با عزت و کرامت ایشون رو حفظ کردن و این برخوردش با مولوی گرگیج باعث بیداری و آگاهی بیشتر اهل سنت در کشور شد. این نکات رو خواستم یادآوری بکنم
و بعد از اون بپردازم به واپسین روزهای زندگانی و وفات حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه. خب در این مدت به علت حوادث سیاسی زیادی که اتفاق افتاد در این یکی دو ماه، به ویژه برکناری مولانا محمد حسین گرگیچ و تعدادی از شبهاتی که بعضی از آخوندها و مراجع تقلید پیرامون صحبت‌های به حق و به درست و به جای مولانا گرگیچ مطرح کردن، بنده پاسخ به اونها میدادم، مشغول این سری چیزها بودم و برگشتیم به سیرت خلفای راشدین که البته امروز احتمالاً آخرین جلسه این درس و این برنامه خواهد بود که ما در گذشته ذکر کردیم که خلفای راشدین نزد اهل سنت و جماعت 5 نفر هستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اون هم اهل سنت برای این کارشون استدلال میکنند از حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر خدا فرمودند خلافت بعد از من 30 سال می شود و بعد از اون تبدیل به پادشاهی می شود و این 30 سال که حساب کردن از ابتدای به خلافت رسیدن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می شود تا 6 ماهی که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه بر خلافت بود و بر قدرت بود و بعد قدرت رو به امیر معاویه واگذار کرد. این 30 سال در این دوران به پایان میرسه، بعدش پادشاهی هست، به این معنی که دیگه 100% بر منهاج نبوت نیست. البته این به معنی نیست که بعدها حاکمانی نیومدن که خلافت رو بر منهاج نبوت برگردونن، بلکه حاکمان متعددی اومدن که خلافت رو بر منهاج نبوت برگردوندن که از عمر ابن عبدالعزیز و دیگران میشه در این زمینه اسم برد که اگر توفیق یاری شد بنده در برنامه‌های بعدی بهش میپردازم. حسن ابن علی رو میشناسید. حدوداً سال 3 هجری، من گذری به زندگیش بیاندازم، حدوداً سال 3 هجری این مرد بزرگ به دنیا اومد. پدرش علی ابن ابی طالب، مادرش فاطمه زهرا، جد بزرگوارش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر بزرگ در واقع مادریش خدیجه دختر خویلد که به هر یکی از اینها که بپردازیم در به جای خودش و در تاریخ اسلام کم نظیر و چه بسا بی نظیر باشند که خدیجه در واقع با فضیلت ترین همسر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حسن همون کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش فرمودند که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. حسن رضی الله تعالی عنه که ما در جلسات گذشته صحبت کردیم، همون کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش فرمودند ابنی هذا سیدون، این فرزند من سید هست و الله متعال به وسیله ایشون بین 2 گروه بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی ایجاد می کند. و در دوران امیر معاویه و حسن که خلیفه بود این اتفاق افتاد و حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه صلح کرد و قدرت و حکومت را یک پارچه به امیر معاویه رضی الله تعالی عنه تحویل داد و این سال رو در تاریخ اسلام به عنوان عام الجماعه، یعنی سالی که کلمه مسلمانان بعد از اینکه مدتی دچار تفرقه شد به جماعت و اتحاد و یک پارچگی رسید. حسن رضی الله تعالی عنه مقداری با پدرش علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در برخی از مسائل اختلاف داشت. زمانی که علی رضی الله تعالی عنه میخواست به کوفه برود، حسن گفت به کوفه نریم، مشورتش این بود، اما وقتی که علی اصرار کرد پسر بود و از ایشون اطاعت کرد و رفت. و هنگامی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میخواست با جنگ به صفین برود و در واقع با جنگ به امیر معاویه برود، حسن موافق نبود. اما بعد از این که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اصرار کرد، حسن رضی الله تعالی عنه این موضوع رو پذیرفت و بعد از شهادت علی رضی الله تعالی عنه، حسن با بیعت مسلمانان، با انتخاب مسلمانان به خلافت رسید. هرگز نه حسن و نه علی و نه حسین یک بار در زندگی خودشون ادعای امامت الهی نکردند. بینندگان عزیز، این نکته رو محکم داشته باشید که چطور می شود که آخوندها و مراجع تقلید بگند علی و حسن و حسین امامت الهی داشتند و خود اون بزرگواران
با وجود مقتضیات زیاد تاریخی یک بار در زندگیشون هم ادعای امامت الهی نکنند. درش اینها امامت الهی نداشتند. هم علی ابن ابی طالب با انتخاب مسلمانان به عنوان خلیفه چهارم انتخاب شد و هم حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما به انتخاب مسلمانان به عنوان خلیفه پنجم انتخاب شد و هم حسین رضی الله تعالی عنه زمانی به سوی کوفه رفت و به سوی کربلا رفت در واقع که مسلمانان کوفه بهش نامه نوشتن که بیا که میخواییم حکومت بهت واگذار بکنیم و در واقع ایشون هم بر اساس انتخابی که مردم داشتند مسیر کوفه و کربلا رو در پیش گرفت و اونجا وقتی در برابر یزید و شمر و عبیدالله ابن زیاد و این جنایتکاران قرار گرفت هرگز ادعا نکرد که من امامت الهی دارم، چرا با من می جنگید؟ چنین ادعایی نکرد و چنین صحبتی نکرد، با وجود اینکه صحبت‌های زیادی در اونجا بین اونها رد و بدل شده. به هر حال میخوام بگم که حسن رضی الله تعالی عنه با انتخاب مسلمانان به خلافت رسید. 6 ماه خلافت کرد. وقتی مصلحت رو در این دید که مسلمانان باید متحد و یک پارچه بشن، حکومت رو به امیر معاویه تحویل داد. سوال این هست که این آخوندها باید پاسخ بدهند. من در یک از جلسات گذشته هم البته به این موضوع پرداختم که اگر امامت امر الهی است و بخشی از این امامتی که امر الهی است حکومت و حاکمیت الهی است، این حکومت و حاکمیتی رو که خدا به حسن داده بود، آیا حسن چنین حقی داشت که این حاکمیت رو به امیر معاویه واگذار بکند، تفویض بکند، بسپارد، مثل اینکه فردی نبوت خودش را به کسی دیگر واگذار بکند، امامت الهی خودش را که حاکمیت بخش مهمی از این امامت الهی است به معاویه واگذار بکند؟ هرگز. در نتیجه این ساخته و پرداخته آخوندهاست. ما درباره حسن رضی الله تعالی عنه صحبت کردیم که فردی سخاوتمند، فردی عابد، فردی صلح دوست و آشتی طلب بود در کل زندگیش و با بسیاری از جنگ‌ها و این سری مسائل مخالف بود. حسن رضی الله تعالی عنه مانند حسین، مانند علی ابن ابی طالب در دوران همه خلفای راشدین در واقع در خدمت خلفای راشدین بود، ارتباط بسیار نزدیکی با همهشون داشت و مثل سایر مسلمانان که از بیت المال حقوق دریافت می‌کردند، اینها هم خلافت و حاکمیت رو به رسمیت می‌دونستند، حقوق دریافت می‌کردند. ما صحبت کردیم در گذشته و گفتیم که در دوران عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه در تاریخ اومده که حسن و حسین در غزوه‌ها و جنگ‌هایی که در طبرستان و در آفریقا شد، حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما به عنوان سرباز شریک بودند. در دورانی که خونه عثمان بن عفان محاصره شد، علی ابن ابی طالب برای مدت مدیدی حسن و حسین رو برای نگهبانی از عثمان رضی الله تعالی عنهما فرستاده بود. همه اینها آخوندها، ایدئولوژی آخوندها، تفکر فاسد آخوندها رو به چالش میطلبد و اینها چاره ای ندارند به جز از این که بگند که حسن و حسین و علی و اینا همه تقیه میکردند، نفاق میورزیدند و در واقع در کنار کفر و شرک و طاغوت به تعبیر اونها زندگی میکردند و فکر نکنم که اینها شایسته یک رهبر خوبی باشند. اما واپسین روزه های حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، عمر ابن اسحاق میگه که همراه یکی از قریشیان نزد حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه رفتیم و نزد ایشون بودیم که حسن برخاست و در واقع به دستشویی رفت و وقتی بیرون اومد گفت که سوگند به خدا که قطعی و تکی از جگرم بیرون افتاد و من او رو با چوبی که به دست داشتم زیر رو کردم، مرا بارها زهر خوراندن و مسمومم کردن، اما این بار مسموم کردن با بارهای دیگر فرق می کند. خب این دلیل بر این هست اون چه مسلم هست در روزهای آخر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، حسن ابن علی مسموم شد، مسمومش کردند. راوی میگه شخصی که همراه هم بود، حسن رو به ایشون گفت که هر چه که میخواهی از من درخواست کن، چه بسا مرا در روزهای آینده دیگه پیدا نکنی. اون شخص به حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه گفت من هیچ درخواستی ندارم به جز این که از الله متعال میخواهم که تو را
شفا بدهد. این راوی عمر ابن اسحاق میگه فردای آن روز مجدداً به عیادت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه رفتیم و در اونجا دیدیم که برادرش هم اومد، حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما، و بالای سر نشست و حسین رضی الله تعالی عنه از حسن پرسید که برادرم چه کسی تو رو زهر داده؟ به ما بگو که چه کسی تو رو مسموم کرده و این سم و زهر رو به تو چه کسی خورانده؟ حسن رضی الله تعالی عنه گفت که آیا میخوای قصاصش بکنی؟ میخوای او رو بکشی؟ حسین گفت بلی. گفت اگر قاتلم همون کسی باشد که من میپندارم، پس خداوند او را به شدت عذاب خواهد کرد و انتقام مرا خواهد گرفت. اما اگر گمان من درست نباشد، دوست ندارم که انسانی بیگناه به خاطر من کشته شود. این سخن حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه به برادرش هست که طبقات ابن سعد و دیگران نقل کردند. اون چه مسلم هست، حسن رضی الله تعالی عنه مسموم شده و حسن رضی الله تعالی عنه گمان داشته، تصور میکرده که فلان فرد منو مسموم کرده، اما مطمئن نبوده. به همین خاطر وقتی برادرش حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه ازش میپرسه که تو رو چه کسی سم داده و حسن میگه میخوای قصاصش بکنی، حسین رضی الله تعالی عنه میگه بلی. میگه که اگر اون کسی باشه که من میپندارم، من گمان میکنم، خدا دچار عذابش میکنه و نمیگوید که چه کسی به من سم داده. شاید علتش این باشد که حسن چون آدم صلحجو و آشتی طلبی بود و صلح طلبی بود، نمیخواست به خاطر ایشون خونی ریخته بشه و و از طرف دیگر مطمئن نبود که اون کسی که ایشون تصور میکرد که قاتل من هست این اطمینان رو نداشت. گفت حالا اگر من بگم فلانی قاتل من هست، اینها میرن و اونو به قتل میرسونن و شاید اون شخصی که من در واقع فکر میکنم که قاتلم هست اون قاتل من نباشد. این مسلم هست، این قطعی است. تا اینجای قضیه موضوع قطعی است. اما روایات دیگری اومده که بعضیا میگن جعده دختر اشعث ابن قیس همسر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه به ایشون سم داده، اما این روایت به صحت نرسیده. ما نمیتونیم شخصی رو متهم بکنیم که در واقع هیچ روایت صحیح، هیچ شاهد تاریخی صحیحی در این زمینه وجود ندارد. تمام روایت هایی که میگن جعده دختر اشعث ابن قیس همسر حسن ابن علی حسن رو مسموم کرده، روایت ها ضعیف هستند. البته حسن مسموم کردند و با سم فوت کرد، اما عرض کردم روایت صحیحی در این که همسرش جعده دختر اشعث ابن قیس این کار انجام داده وجود نداره. اشعث ابن قیس کی بود؟ از مسلمانان بود، از یاران نزدیک علی ابن ابی طالب بود. در جنگ صفین و بسیاری از نبردها در کنار علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین حضور داشت. اما در روایت تاریخی اومده که در اواخر زندگی خودش مقداری از شیوه اواخر زندگی علی ابن ابی طالب از شیوه های سیاسی علی رضی الله تعالی عنه انتقاد میکرد. به هر حال حسن ابن علی با دختر ایشون ازدواج میکنه و دختر ایشون یکی از اون کسانی است که متهم شده به این که شوهرش رو حسن ابن علی رو مسموم کرده، ولی عرض کردم چون روایت تاریخی صحیحی وجود ندارد نمیشود این نکته رو پذیرفت. نکته بعدی که وجود داره، حالا بعضی‌ها گفتند که این دخترش جعده دختر اشعث بن قیس به دستور یزید به حسن سم داده و بعضی گفتن به دستور معاویه به حسن سم داده، که باز هم هیچ یکی از این روایات به صحت نرسیدند. البته دلیلی نداره که امیر معاویه حسن بن علی رضی الله تعالی عنه رو مسموم بکنه و بکشه، برای اینکه حسن با رضایت خاطر قدرت رو در واقع به امیر معاویه واگذار کرد و حسن به هیچ عنوان تهدیدی برای حکومت امیر معاویه به حساب نمی اومد. و به هر حال این روایاتی که در این زمینه وارد شدن تاکید میکنم که صحیح نیستند. اگر صحیح می بودند قطعا ما میپذیرفتیم. خب بعد میگن حسن رضی الله تعالی عنه در اون آخرین روزهای حیاتش یا آخرین روز حیاتش
گفت مرا به فضای بیرون ببرید تا من نگاهی به ملکوت آسمان ها و زمین، خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین بیندازم و این آیه رو تلاوت فرمود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی برای صاحبان خرد و برای صاحبان اندیشه هست. و در اون لحظات واپسین حسن رضی الله تعالی عنه به خلقت و به آفرینش و به عظمت پروردگار می اندیشید و این آیه رو تلاوت فرمود و بعدش نگاهی به خودش انداخت و این آیه رو خوند که و فی انفسکم افلا تبصرون، و همچنین در خودتان، در وجود خود شما نشانه های زیادی برای عظمت پروردگار، وجود پروردگار وجود داره. آیا شما فکر نمی کنید و به این نمی اندیشید؟ و مردان خدا و کسانی که در واقع به سوی پروردگار هستند در همه لحظات خودشون بیاد پروردگار هستند و واقعا انسان آخرین لحظات زندگی خودش رو به گونه‌ای سپری می کند که سایر عمرش را سپری کرده است. بسیار اتفاق می افتد که میگن فلان حافظ قرآن، فلان عالم هنگامی که داشت فوت می کرد فلان آیات قرآن کریم رو داشت تلاوت می کرد. چرا؟ برای اینکه در زندگیش مشغول تلاوت قرآن بوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود افضل الذکر لا اله الا الله، بالاترین ذکر لا اله الا الله است. و در حدیث دیگری فرمود کسی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود. به این خاطر علما میگن زیاد در زندگیتون لا اله الا الله بگید تا در اون لحظات سخت و دشواری که مرگ به سراغ انسان می آید در اونجا لا اله الا الله بگیم. اینه که با همون چیزی که در دنیا دل مشغولیت ما در دنیا بیشتر به چه چیزی است، اون لحظات آخر اونها به زبان می آید. و در اون روایتی دیگه اومده که انسان بر اون چیزی که فوت کرده بر اون حشر میشه. نگاه بکنیم و این هست که همیشه انسان این دعا رو بکند که خدایا مرا خاتمه بخیر بگردان، خاتمه ما را بخیر. انما الاعمال بالخواتیم در روایت اومده، اعمال به خواتیم هستند. خواتیم رو نگاه بکنیم که خاتمه ما، دعا بکنیم که خاتمه ما بخیر باشد و خاتمه اعمال ما با ذکر خدا، با یاد خدا، با تلاوت قرآن باشد. و چه زمانی این اتفاق می افتد؟ زمانی که در زندگی این گونه باشیم، زندگی مشغول یاد خدا، ذکر خدا و تلاوت قرآن کریم باشیم. و این هست که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه در اون آخرین لحظات زندگی خودش آیات کلام الهی رو تلاوت می کند و به آفاق و انفس، تدبر در آفاق و انفس، در جهان هستی و وجود خودش می اندیشد و با یقین به عظمت پروردگار در واقع در اون لحظات از دنیا می رود. در واقع زبان حال حسن رضی الله تعالی عنه و تمام مؤمنان این هست که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همانا نماز من، عبادت من، زندگی و مرگ ما از آن الله متعال هست. انسان مؤمن در واقع در این حالت و به این صورت از دنیا می رود. در رابطه با آخرین لحظات زندگی حسن، اونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان للموت سکرات، مرگ دشواری هایی دارد، سختی هایی دارد و چه بسا سختی که در اون لحظات آخر مرده ها احساس میکنن، چه بسا ما ببینیم و احساس بکنیم که مرده در حالت سخت و دشواری است و چه بسا احساس نکنیم. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که داشت فوت میکرد از شدت درد به خودش میپیچید، دستور داده بود در حالی که در آغوش عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود، تشت آبی رو جلوش گذاشته بودن، دستش رو در این تشت آب میزد و به صورت
مبارک میمالید و میفرمود ان للموت سکرات، موت دشواری هایی دارد. امروزه یک باور غلط در میان مردم وجود داره و اون این هست که اگر یکی مرگش دشوار باشه میگن آدم بدی بود. هرگز اینطوری نیست، هرگز اینطوری نیست. چنین قضاوتی رو نباید انجام بدیم در حق افراد. یا کسی دچار مصیبتی میشود، گرفتاری میشود، میگن آدم بدی بود. اصلا اینطوری نیست. چه بسا خدا داره آزمایشش میکنه. چه بسا وقتی که انسان مریض میشود، انسان مؤمن یا دچار مصیبت میشود، خدا میخواهد گناهانش کفاره بشود، خدا میخواهد درجاتش اضافه بشوند در آخرت، رفع درجات بهش نصیب بکنه. در چه قضاوت نکنیم، هرگز این قضاوت های نادرستی نکنیم. این است که در رابطه با آخرین سخنان حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه اومده در روایات که هنگامی که بیماری حسن رضی الله تعالی عنه شدت یافت، ابو نعیم میگه ایشون مقداری نگران بود، مقداری آه و ناله میکرد. خب در واقع درد شدید بود و سختی شدید بود. ایشون آه و ناله میکرد و شخصی نزدش اومد و گفت که ای ابو محمد، کنیه حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ابو محمد هست. گفت چرا آه و ناله میکنی؟ مگه غیر از این هست که وقتی که روحت از بدنت جدا بشود نزد پدر و مادرت علی و فاطمه میری؟ غیر از این هست که نزد پدر بزرگت و مادر بزرگت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه دختر خویلد میری؟ مگر غیر از این هست که نزد عموهایت جعفر و حمزه میری؟ مگر غیر از این هست که نزد داییهایت قاسم و طیب و ابراهیم میری و نزد خاله هایت رقیه و ام کلثوم و زینب میری؟ راوی میگه وقتی که اون شخص این جملات رو به حسن رضی الله تعالی عنه یادآوری کرد، حسن با شنیدن این سخنان مقداری رضی الله تعالی عنه آروم گرفت. و خوب هست که نزد کسی که در حالت استهزار هست و میخواهد از این دنیا برود سخنان خوب بر زبان بیاریم، سخنان امیدوار کننده. وقتی قطعی هست که میرود بگیم شما که نباید نگران باشید، شما انسان خوبی بودی، شما خدمت انجام دادید، شما کارهای درستی انجام دادید، اذیت و آزارت به کسی نرسید. امیدوار بیشترش بکنیم به آخرت. و انسان مؤمن اگر بر حالت امیدواری بر رحمتهای الهی بمیرد، رحمتهای الهی شامل حالش میشن. این است که نزد حسن رضی الله تعالی عنه این سخنان رو بر زبان آورد که شما نگران نباش، فوت بکنی نزد محمد و رسول الله میری، پدر بزرگت خدیجه دختر خویلد مادر بزرگت که اینها معلوم هست چه کسانی هستن، نزد پدر و مادرت فاطمه و علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نزد اینها میری. و این جای نگرانی نزد دایی ها و خاله هایت میری. البته اینها خاله ها رو فقط صحبتی آخوندها ازشون صحبتی نمیکنن، زینب و رقیه و ام کلثوم، برای اینکه دو تا از اینها رقیه و ام کلثوم یکی بعد از دیگری همسران عثمان بودند. به خاطر تنفری که از عثمان دارند آخوندها، رقیه و ام کلثوم رو هم از حیات پیامبر حذف کردند، تا جایی که بعضیا گفتند اینها فرزند پیامبر نبودند، فرزند خدیجه از شوهر قبلیش بودند. چقدر فاسد، چقدر جنایتکار، چقدر تحریف کننده، چقدر تعصب، چطور تعصب اینها رو کور میکند. و متاسفانه این افراط و تفرید در میان اونها هست. در روایتی دیگری اومده که حسین رضی الله تعالی عنه در اون واپسین لحظات زندگی حسن رضی الله تعالی عنه در کنارش بود. حسن رو به ایشون کرد و گفت که برادرم حسین عزیزم، من دارم به جایی میرم که هرگز نرفتم، مخلوقاتی از خدا رو میبینم که هرگز ندیدم. احتمالاً در اون لحظات واپسین اون وضعیت مرگ و فرشتگان مرگ رو ایشون داشت مشاهده میکرد و این صحبتها رو با در واقع مطرح کرد. در روایتی اومده من با مسئله بزرگی که مرگ باشه مواجه هستم.
و وقتی حسین رضی الله تعالی عنه این سخنان رو از حسن رضی الله تعالی عنه شنید، در روایات اومده که گریه کرد. اشکال نداره، انسان به خاطر از دست دادن عزیزان وقتی که عزیزش رو از دست میره یا در حال از دست دادن هست گریه بکنه. این اندازه عزاداری و این اندازه گریه کردن نه تنها این که اشکالی ندارد، بلکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در موردش فرمود که هذه رحمتون، این رحمتی است که الله متعال در دل بندگانش گذاشته است. و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هم هنگامی که پسرش ابراهیم که 2 سال شده بود فوت کرد، رسول الله صلی الله علیه وسلم اشک از چشمانش جاری شد. وقتی شهادت جعفر طیار، خبر شهادت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه رو شنید، اشک از چشمانش جاری شد. در روایات اومده که وقتی که حسن رضی الله تعالی عنه وصیت کرد به حسین، در روایت تاریخی اومده که مرا ببرید و در کنار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر دفن بکنید. روایت اومده، روایت ها خیلی در واقع نمیشه روشون حساب کرد، ولی تا این اندازه به نظر میرسد که روایات زیاد هستند. ولی گفت به خاطر من خونی، تأکید کرد به حسین رضی الله تعالی عنه که به خاطر من خونی نریزید. یعنی اگر مخالفتی صورت گرفت من اونجا دفن نکنید، ببرید در کنار مسلمانان در بقیع دفن بکنید. و ظاهرا تعدادی به نظر میرسد که تعدادی با این پیشنهاد حسن، در صورتی که روایت صحیح باشد، مخالفت کردند و حسین رضی الله تعالی عنه طبق این که بهش گفته بودند که در این زمینه خونی از مسلمانان ریخته نشود، چون دید مخالفت وجود داره، حسن رضی الله تعالی عنه رو بردند و در بقیع در کنار فاطمه زهرا، نزدیکی قبر مادرش فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، در اونجا دفن کردند. در بعضی از روایات اومده که آخوندها خیلی روش تاکید دارند که عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با دفن حسن در کنار محمد رسول الله مخالفت کرد، اما در این زمینه هیچ روایت صحیحی وجود ندارد و روایت صحیحی در این زمینه نیست که چنین اتفاقی افتاده باشد. وقتی حسن رضی الله تعالی عنه فوت کردند، ایشونو به بقیع بردن. سید ابن عاص استاندار مدینه منوره که از طرف امیر معاویه بود، بر جنازه حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه نماز جنازه خواند. میگویند جمعیتی جمع شده بود که بی‌نظیر بود، سراسر بقیع و اطراف بقیع از جمعیت موج میزد و این گونه حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه دار فانی رو ودا گفت. در رابطه با اینکه حسن رضی الله تعالی عنه در چه سالی از دنیا رفته، سال 49 هجری، 50 هجری و 51 هجری رو مورخین ذکر کردند و صحیح ترین قول در این زمینه این هست که در سال 51 هجری ایشون دنیا رو ودا گفتند و امام بخاری رحمه الله هم همین قول رو ترجیح داده. یعنی ایشون در سال 3 هجری در مدینه منوره به دنیا اومدن و در سال 51 هجری باز هم در مدینه منوره از دنیا رفتند و در قبرستان بقیع دفن شدند و در این زمان عمر این بزرگوار 48 سال بود که در واقع در 48 سالگی دنیا رو ودا گفت. امیدوارم الله متعال به ما توفیق بدهد که این بزرگواران رو در زندگیمون اسوه و الگو قرار بدیم. اول مسلمان در زندگی خودش مهمترین راهنمود انسان مسلمان قرآن کریم هست. بعد از اون سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، سنت قولی و سنت عملی پیامبر، راهنمودهایی که پیامبر فرمودند، اعمال و رفتاری که پیامبر داشتند و امت برای ما اینها رو نقل کرده. و بعد از اون شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که شامل صحابه و اهل بیت میشوند و
ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا و عایشه صدیقه و بسیاری از این افراد برای ما اسوه و الگو هستند. بعضیا میان میگن ما 1400 سال گذشته به 1400 سال برنگردیم، تحجر هست، فلان هست، ولی وقتی نوبت به خودشون میرسد میگن ما تمدن 2500 ساله داریم. شما به 2500 سال قبل افتخار میکنید، به اشکال نداره. البته اگر انسان در 2500 سال قبل آبا و اجدادش مجد و عظمت و بزرگی داشته باشند، بگه ما اصیل هستیم و مجد و عظمت داشتیم، افتخار میکنید. اما وقتی نوبت به افتخار مسلمانان به محمد رسول الله، به حسن، به حسین، به فاطمه زهرا، به علی و به این بزرگواران میرسه، میگه شما متحجرید، شما به 1400 سال قبل برگردید. خب شماها که به 2500 سال قبل برمیگردید. در نتیجه اینها میخواند این اسوه و الگوها رو از ما بگیرند. دنیای کفر، دنیای شرک با ادای روشنفکری، به ظاهر روشنفکر، با ظاهری شیک، کراوات پوشی و از این قبایل و از این سری به دنبال از هم پاشیدن نظام خانواده هستند. زنان رو به فساد و فحشا بکشند، مردان رو به فساد و فحشا بکشند. در نتیجه سعی میکنند ما را از قرآن دور کنند، ما را از سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دور بکنند، ما را از روش و راه و روش اهل بیت و صحابه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دور بکنند، تا اینکه بتونن به اون هواها و خواهشات نفسانی پلید خودشون برسن و زن و مرد رو مانند حیوان بکنن، که تلاش زیادی از دنیای کفر و شاگردانشون در دنیای اسلام داره صورت میگیره. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. در حال توطئه هستن، خداوند هم توطئه‌های اونها رو جواب میده و باید بدونن که خداوند از همه بهتر میتونه توطئه‌های اونها رو جواب بده. دین خدا حفظ خواهد شد. عده‌ای سر خودشون رو به سنگ میزنند، سر خودشون رو به صخره میزنند، به کوه میزنند وقتی با دین خدا مبارزه میکنند. تمام کسانی که در 1400 سال گذشته اومدن با دین الهی مبارزه کردند به درک واصل شدند. اسمی از اونها هم وجود ندارد، اما اسلام همچنان سرافراز خواهد موند. در نتیجه خودتون در این کاروان بدنام نکنید و در کنار کفر و شرک قرار نگیرید، در کنار دین و اسلام و صحابه محمد قرار بگیرید. اذان عصر به افق تهران هست، کلان شهری که ولی امر مسلمین جهان اجازه نمیدهد جمعیت مسلمین جهان که 90 تا 95% اهل سنت هستن در تهران یک مسجد داشته باشند. صدای اذان رو از مسجد مجازی اهل سنت در تهران میشنوید، چون مسجد حقیقی ندارند. برمیگردیم با پرسش ها و صحبت های شما، در خدمت شما خواهیم بود. تنها با یک کلیک چطور میشه به دعوت رسانه‌ای کمک مالی کرد؟ اولین سوال اینه که اصلا مگه میشه بدون پرداخت پول کمک مالی کرد؟ جوابش اینه که بله. مهم نیست که تو چه کشوری هستی یا حسابهای ویزا و پیپل داری و یا حتی اینکه اصلا پولی داری یا نه. مهم اینه که شما به شبکه کلمه و دعوت رسانه‌ای علاقه داشته باشی. خب بذارید توضیح بدیم چطور این علاقه میتونه به دعوت کمک مالی کنه. این کار دو سود همزمان داره. بالا رفتن معلومات شما با دیدن ویدیوها و کمک مالی به شبکه جهانی کلمه. یوتیوب برای اینکه مخاطبای بیشتری تبلیغاتش رو ببینن پول پرداخت میکنه و برای این کار باید ویدیوهای شبکه در یوتیوب دیده بشه یا به قول معروف کلیک خور بیشتری داشته باشه. تو صفحه یوتیوب شبکه جهانی کلمه روزانه 10 ویدیو آپلود میشه. کافیه شما این ویدیوها رو در یوتیوب ببینید و روی تبلیغاتی که میاد هم کلیک کنید. به همین سادگی هم از برنامه‌ها لذت میبرید و هم به رشد دعوت کمک مالی کردید. همچنین شما با به اشتراک گذاشتن ویدیوها میتونید بیننده‌های بیشتری رو به یوتیوب شبکه جذب کنید و با این کار علاوه بر افزایش کمک‌ها به شبکه باعث میشید سایت یوتیوب کلمه جایگاه بالاتری توی موتورهای جستجوگر داشته باشه. اینو فراموش نکنید که رسول الله علیه السلام میفرمایند هر کسی سنت خوبی رو از خودش به جا گذاشت ثواب تمام کسانی که به اون عمل میکنن رو خواهد داشت. پس انتشار رو فراموش نکنید. هر کلیک شما یک کمک به دعوت رسانه‌ای. به همین سادگی. اپلیکیشن شبکه جهانی کلمه
با نصب اپلیکیشن شبکه جهانی کلمه به هر آنچه از این شبکه پخش می شود دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن شبکه جهانی کلمه با امکانات متنوعی چون پخش آنلاین برنامه‌های شبکه با 3 کیفیت مختلف، تازه ترین و آخرین اخبار روز، آشنایی با برنامه‌ها و جدول پخش آن، مشاهده آرشیو هفتگی و کلیپ‌های روزانه، دسترسی به اوقات شرعی بر اساس موقعیت جغرافیایی کاربر، پرسش و پاسخ و قابلیت استفاده بر روی انواع تبلت و گوشی‌های اندروید و آیفون. با نصب این اپلیکیشن از دیگر امکانات آن بهره‌مند شوید. خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در رابطه با واپسین لحظات و روزهای زندگی حسن بن علی رضی الله تعالی عنه و وفات ایشون که طبق روایات اومده که مسموم از دنیا رفتن خدمت شما صحبت کردیم. در زندگی حسن ابن علی سرش از اول تا آخر یک نکته وجود نداره که به درد آخوندها بخوره و بتونند ازش استفاده بکنن. در زندگی حسین و علی هم چیزی وجود نداره. البته از حسین دارن سوء استفاده میکنن، کربلا درست کردن، به سر و سینه میزنند و این در واقع مطلب رو دارند مطرح میکنند. صحبت های شما بینندگان عزیز رو بیشترین در این حالی که البته امروز ما گفتیم دهه فجری که این آخوندها دارن مطرح میکنند دهه زجر و گرفتاری و بدبختی ملت ایران هست. در 12 بهمن 72 مسجد شیخ فیض مشهد تخریب شد و نمازگزاران در مسجد مکی به گلوله بسته شدند و ماه بهمن هم ماهی است که درش استاد شهید دکتر احمد صیاد توسط این نظام جنایتکار ترور شد. هم شماره تماس برنامه زیرنویس هست و شما میتونید تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید و هم در واقع شماره واتساپ برنامه زیرنویس هست و شما میتونید تماس بگیرید. فقط یک خواهش دارم از شما بینندگان عزیز و اون این هست که به محض این که ارتباطتون در واقع با استودیو برقرار شد صدای تلویزیونتون رو ببندید، صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید، چون در غیر این صورت نمیتونیم با شما صحبت بکنیم و دچار مشکل میشیم. نخستین بیننده‌ای که در خدمتشون هستیم، سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم داداش نازنینم استاد ترشاوی، خدمت ملت عزیزم سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای عبدالرحیم السلام. عرض کنم داداش جان بفرمایید. ها قربونت برم. عرض کنم داداش جان توی این مملکت ما یکی از این حضرات میپرسه اسلام چیه، از همه چی حرف میزنه غیر از اسلام. ماها رو چنان غرق در آدم ها کردن که دیگه اصل قضیه یادمون رفته، در حالی که اسلام هدفش یک چیز دیگه است. این که میفرماید الیس الله بکاف عبده یه هشداریه. آقا حواست ای بنده من، حواست به من الله باشه. من الله تعالی به اندازه بنده پاکم که امام رضا باشه، عزا باشه،
ابراهیم با اندازی اونا واسه تو ارزش ندارم؟ چرا به طرف من نگاه نمی کنی؟ زندگیت لله نمیشه. علتش هم میفرماد و یخوفونک بالذین من دونه. ای بنده من، میدونه چرا به من حواست نیست؟ چون از آدم ها، از بنده های من بی خود و بی جهت میترسی، ازشون حساب میبری، قداست بی خود بهشون میدی. حکومت کردنم داداشان شده صنف. از زمانی که بشر یادشه یه عده حکومت رو ارث ننه باباشون میدونن، میخوان مردم رو به انها وسیله بترسونن تا به مردم حکومت کنن در سراسر جهان، در تمام این ملت هایی که تو دنیا هست. یه عده رو با قداست، یه عده رو با شمشیر، یه عده رو با ترسوندن، انحصار در پول، انحصار در صنعت، و به این خاطر میخوان بر مردم سوار شن. آیا امام حسن علیه السلام اینجوری بود؟ امام حسین اینجوری بود؟ شمایی که به امام حسین علیه السلام به امام حسن علیه السلام ارادت داری، چقدر امام حسن میشناسی؟ چرا الکی میگی که زنشونو کشت؟ کثافت کاریای ماها رو وصلش میخوای بکنی به پاکان؟ هیچ میدونه امام حسین علیه السلام، حالا به قول آخونده گریزی بزنم من به اون بر، 18 سال 4 ماه در بیعت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بود. چرا بی خودی بی جد از قبل از محرم سال 60 هیچی نمیگین شما؟ تو صرف نمیکنه. نه، زندگی ما فلج میشه، چارش هم یه چیزه، چارش هم قربونت برم یه چیزه، گرفتار زندگی ونک میشیم، تنگ و تلخ و تاریک. چیکار باید بکنیم؟ چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. ملتی که ملت روزه و تسبیح الله تعالی و خضوع. بله. خب آقای عبدالرحیم متاسفانه اینترنتش دچار اشکال شد و صدای ایشون قطع شد. آقای عبدالرحیم به همین اندازه اکتفا میکنیم. خیلی ممنون و متشکر و صحبت‌های زیبایی رو که مطرح کردید. بیننده بعدی رو میشنویم، آقای رضا از ایران. درود بر شما آقای رضا، بفرمایید. آقای رضا درود بر شما، بفرمایید. آقای رضا بفرمایید. آقای رضا. الو سلام. سلام بر شما، بفرمایید. الو سلام. بفرمایید. آقا ترشبی سلام، چقدر محمد هستم از زاهدان. خوب آقا ترشبی؟ ممنون و متشکرم آقای محمد از زاهدان. در خدمت شما هستم آقای محمد، بفرمایید. آقای ترشبی می‌خواستم حالتو بپرسم، دیگه هیچ کاری نداشتم. ممنون و متشکرم آقای محمد. من الحمدلله خوبم و از شما هم و سایر دوستان التماس دعای خیر دارم. بفرمایید، اگه سوال دیگه هم دارید در خدمت شما هستم. نه من فقط خوشحال شدم، همیشه صدای شما رو میشنوم. خدا حفظتون بکنه و موفق و مؤید باشید آقای محمد. ما رو شما و سایر مؤمنین در دعاهای خیرتون فراموش نکنید و خدا یار و نگهدارت. خب بیننده بعدی رو میشنویم، آقای رضا از ایران مجددا روی خط هستند. درود بر شما آقای رضا، بفرمایید. سلام آقای ترشبی. سلام بر شما. خسته نباشید. متشکرم. آقای ترشبی انقدر دوست داشتنی هستی، طرفدار زیاد داری، ما حسودیم میگیره. ان که در پناه الله باشی و یکی از آرزوام اینه که از نزدیک شما رو زیارت کنیم. خداوند آقای ترشبی خیلی ممنون، مرسی. آقای ترشبی می‌خواستم سوال کنم که چند تا از این امامای ما سم خوردن، سم دادن اینا رو، دست درد نکنه. متشکر آقای رضای عزیز. حقیقتش من حضور ذهن اصلا ندارم، ولی میدونم که تعدادی از امامان رو در واقع سم دادن، ولی میدونید روایات تاریخی خیلی مشکل دارند حقیقتش. مثلا همین روایاتی که درباره سم دادن حسن هست، فقط چون روایات یه مقداری همهشون تقریبا ضعیفن، ولی چون زیاد اومدن میگن خب مسموم بودن حسن، این که سمش دادن ثابت است، اما ثابت نیست که چه کسانی سمش دادند. ممنون و متشکر. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون معرفی کنید و بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون، متشکرم. بنده ارشیا هستم از تهران، خدمت شما تماس آقای میگیرم. ارشیا بفرمایید. از کرج بفرمایید آقای ارشیا. استاد عزیز، در رابطه با آخوند خیلی موجودات مزخرفی هست، اینا باید همشون رو به زودی سرنگون کنیم. خب من از همه بینندگان عزیز خواهش میکنم که بهترین راه برای کسانی که میان فحاشی میکنن بی‌تفاوتی هست. اینها در صدد این هستند که بیان یه فحش بدن و برنامه رو منحرف بکنند. ما بهشون توجه نکنیم. بینندگان عزیز، من خواهش میکنم دیگه به این موضوع نپردازید و در این زمینه صحبتی نکنید تا پوزه اینها با پوزه خامنه‌ای همه به خاک مالیده بشه. چون وقتی اینا میان یه فحش میدن، ما به صورت انحرافی صحبت ها میکنیم و میگیم فحش بد هست، فلان بد هست. اینها به اون نیت شوم و پلید خودشون که انحراف برنامه از موضوع هست و آگاهی دادن بیشتر، بیداری دادن به مردم به صورت بیشتر و گسترده به هدفشون میرسن. من چه خواهش میکنم از همه بینندگان عزیز که به این فحش‌هایی که میدن هیچ توجهی نکنیم. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی که انسان‌های مؤمن وقتی با جاهلان مواجه میشن میگن سلام علیکم، یعنی بی توجه میشن، میگذرن. و اذا مروا باللغو مروا کراما. به عنوان انسان کرام از کنار این موضوعات بگذریم تا اینکه به اون رسالت خودمون که آگاهی دادن بیشتر به مردم هست به اون برسیم. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. با عرض سلام خدمت استاد عزیز ترشابی. اسم شریفتون؟ حال شما خوبه، تعادتون قبول باشه. از شما همچنین. خواستم از این تریبون بگم که اسلام این نیست که آخوندها میگن. اسلام خیلی دین رؤوف، خیلی دین دوست داشتنی و دینیه که ما رو دعوت میکنه برادری. ما در اسلام همه با هم برابریم. خواستم بگم که مردم بدونن که اسلام این نیست که آخوندها میگن. اسلام خیلی دین جامع، کامل و درستیه. با تشکر از برنامه خوب کلمه و استاد عزیز ترشابی. ممنونم از شما. درود بر شما و خدا یار و نگهدارتون. مطلب زیبایی رو مطرح کردید. من یک توضیح مختصر بدم. در 43 سال گذشته رفتار آخوندها، عملکرد آخوندها به گونه‌ای بوده که مردم فکر کردند که اسلام همین هست که آخوندها دارند. در نتیجه از اسلام تنفر پیدا کردن، دینگوریزی صورت گرفته. ولی به جای این بینندگان عزیز، ما اینجا در شبکه کلمه این نکته رو به شما میگیم که اسلام این نیست که آخوندها میگن. آخوندها دروغ گفتند، جنایت کردند، خیانت کردند، اختلاس کردند، دزدی کردند. شما به جای ترک اسلام و تنفر از دین و اسلام به اسلام واقعی رو بیارید که اسلام اهل سنت هست، اسلام سواد اعظم هست و مسیر و خط اصلی اسلام هست و این آخوندها با دین و اسلام بیگانند و ارتباطی باهاش ندارند. بیننده بعدی رو میشنویم. آقای هادی از ایران. درود بر شما آقای هادی، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. عرضم سوال داشتم راجع به دیه. خواستم ببینم میگن که دیه خانوما تو اسلام نصف مرداست، درسته؟ یعنی اگه یه مردی یه خانومی رو بکشه اون مرد رو نمیشه قصاص کرد مگه اینکه نصف دیگه رو پرداخت کنن خانواده اون خانومه به اون خانواده مرد. ببینم این درست هست یا نه؟ اگه این هستش این تبعیض نمیشه؟ این میشه توضیح بدید؟ ممنون. متشکر آقای هادی. سوالات فقهیتون رو من از همه بینندگان عزیز خواهش میکنم که سوالات فقهیتون رو در روزهای جمعه از استاد عبدالفتاح خدمتی بپرسید و معذرت میخوام از این بیننده عزیز. به هر حال البته اگر فرصتی شد سر موقع هم این موضوع رو تونستم خدمتتون توضیح میدم. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و متاسفانه الان وصل شد. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام. سلام بر شما. اسم شریفتون؟ بله سلام. سلام. اسم من مدینه از تهران به تماس شدم. خانم مدینه از تهران، بفرمایید.
صدای تلویزیونتون رو ببندید من و یه بچه بفرمایید. کوچیک 2 سال دارم. خب بله شبا که میخوابه خیلی میترسه. بله. خب سوالتون چی هست؟ بعد تو خواب جیغ میزنه. 2 سالشه. بله. من باید چه سوره رو بخونم؟ چیکار عرض کنم؟ به حضورتون شما به این بچه کوچیک در وهله اول باش صحبت بکنید، بگید که نباید بترسی و بهش تلقین بکنید که اگر شما بسم الله بگید وقتی که میخوابید، لا اله الا الله بگید وقتی که میخوابید، دچار مشکل نمیشید و سعی کنید بچه‌تون آخرین لحظاتی که به بستر میره و میخوابه بسم الله بگه. اتفاقا من خواستم اینو خدمتتون بگم خانم مدینه که بچه من هم گاهن وقت خواب میگفت من میترسم. من متوجه شدم که یک سری روزانه یک سری فیلم ها و یک سری کارتون های خشن نگاه میکنه و این فیلم ها و کارتون های خشن باعث میشند که ایشون هنگام خوابیدن به ذهنشون بیاد و بترسه. 2 تا کار من انجام دادم. یکی این که سعی کردم دیگه ایشون از اون فیلم و کارتون و اون چیزهای خشنی که نگاه میکنه دور بشه و دوم بهش تلقین کردم، گفتم اگر تو وقتی که میخوابی میگی بسم الله بگی دیگه نمیترسی. اتفاقا ایشون وقتی که میخواد بخوابه چند بار میگه بسم الله بسم الله بسم الله و میخوابه و دیگه این مشکل برطرف شده. در نتیجه شما چند نکته رو میتونم خدمتتون بگم خانم مدینه، خانم محترم. یکی این که اگر بچه در روز با فیلم‌های خشن، با کارتون‌های خشن، با این سری چیزها سر و کار داره، سعی کنید از اینها فاصله بگیره. فیلم‌های خشن می‌بینه، بچه باید از اینها فاصله بگیره. نکته دوم بهش تلقین بکنید که اگر بسم الله بگه و اینها نمیترسه و خودتون هم میتونید سوره‌های حمد، سوره‌های 4 تا قل رو، آیت الکرسی رو، اینها رو بخونید در داخل خونه و اینها قطعا تأثیر دارن. در این حال اگر مشکلتون باز هم حل نشد حتما به پزشک مراجعه بکنید. ممنون و متشکر. خانم مدینه صحبت دیگه هم دارید؟ دستشون درد نکنه. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا یار و نگهدارتون. امیدوارم این مطلب برای شما و خیلی از کسانی که دچار این مشکل هستن مفید باشه. بیننده بعدی رو میشنویم. خب متاسفانه این بیننده قطع شدند و بیننده بعدی رو داشته باشیم. آقای علی از لندن. سلام بر شما آقای علی، بفرمایید. سلام، ممنون و متشکر. تشکر از برنامه بسیار زیباتون. سیرت خلفا استاد اگر تمام شد امکان داره شما برنامه‌ای که بعد از سیرت خلفا مثلا بعد از معاویه یا کسان دیگه به اصطلاح حکومت اسلامی به دست گرفتن درباره اونم صحبت بکنی، یک سری مثلا تاریخی که اونا به اصطلاح یعنی سلسله چیزا که رو انجام دادن که ما آگاهی داشته باشیم. این یکی و یکی هم در عهد رسول الله صلی الله علیه و خیلی به بزرگانی بودن که جهاد کردن، مثلا مثل خالد بن ولید یا مثلا مثل عمرو عاص، خیلی ها بودن که من اسمشون به یاد ندارم. آیا میشه درباره اونها یک توضیحاتی بدین؟ ازتون ممنونم. الله یار و یاورتون باشه. ممنون و متشکر آقای علی عزیز. البته من دارم برای جاگزینی این برنامه فکر میکنم و یکی از چیزهایی که به نظرم میرسه همین هست که برنامه‌ای به نام برگی از تاریخ رو در واقع ادامه بدیم که در این برگی از تاریخ، البته هنوز قطعی نیست، وعده‌تون نمیدم، ولی امیدوارم که این کار رو بتونم انجام بدم. در این برگی از تاریخ همین پیشنهاداتی که شما کردید، یعنی مردان بزرگ و تاریخ سازی رو که در واقع اومدند و کارهای بزرگ و عظیمی رو انجام دادند، در مورد اینها صحبت بکنیم یا در مورد فرازهایی از تاریخ اسلام، جنایت هایی که در حق اسلام و مسلمین غربی ها انجام دادند، صلیبی ها انجام دادند، غیر مسلمانان انجام دادند، اکتشافات، اختراعات علمی که مسلمانان انجام دادند، فتوحاتی رو که انجام دادند. شاید امیدوارم که بتونم در این زمینه ها در خدمتتون باشم، ولی هنوز موضوع قطعی نیست. بیننده بعدی رو میشنویم. آقای محسن از ایران. سلام بر شما آقای محسن، بفرمایید. سلام آقای توشابی، خسته نباشید. ممنون، بفرمایید آقای محسن. آقای توشابی، اون دفعه من خدمتتون زنگ زدم، گفتم این آخوند که از برادران افغان بود اومده میگه من امام زمان رو دیدم و فلان، من از دست دار
طالبان نجات داده. من گفتم آقا این که قصه داره تعریف میکنه، بعد یه سند بیاره ثابت کنه. این که هیچ. یه آخوند لباس آخوندی که در واقع بی سوادی بود میگفتش که نهج البلاغه یه سومش راجع به اختلاسه. اینم واضحه که هر کی یه نگاه بکنه میفهمه که این یه بابا داره چرت میگه. اینم که بی سواده، بعد بره دنبال کارش. بله. یکی دیگه هم گفتی، شما گفتی که نهج البلاغه سند نداره، که مطمئن نیم سند داره، سندای بسیار داره، راوی‌ها متصل هستن، بسیاریش هم هنوز پیدا نشده. حالا ولی سند داره نهج. آقای محسن عزیز، آقای محسن عزیز اجازه بدید مطلب رو خدمتتون توضیح بدم. و اون این هست که اون چی که سید رضی، شیخ رضی به عنوان نهج البلاغه جمع آوری کرده سند ندارد. یعنی چی؟ یعنی رضی این سخنان رو نمیدونم 300 سال 400 سال بعد از امام علی 500 سال اومده جمع آوری کرده و از دوران رضی تا دوران امام علی رضی الله تعالی عنه حداقل باید 10-15 نفر در این وسط باشن. وقتی ما میگیم کتابی مستند هست، مثلا فرض کنید کتاب صحیح بخاری، یا مثلا کافی کلینی که البته اینا قابل مقایسه نیستن، من حیفم میاد این دو تا کتاب کنار همدیگه ذکر بکنم، ولی به هر حال مثلا بخاری وقتی روایتی نقل میکنه میگه من از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، 4 نفر 5 نفر 6 نفر در وسط سند، این کتاب میگن مستند. یا کلینی وقتی که از امام صادق نقل میکنه میگه من از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از امام صادق، این میگن سند داره. حالا سندش صحیح هست یا ضعیف هست. اما نهج البلاغه سند ندارد. بله، برخی از سخنان نهج البلاغه رو برخی از علما تلاش کردند برن در کتابهای دیگر سنداشون پیدا بکنند و گفتند که خب مثلا فلان سخن در فلان جا سند شما پیدا کردیم، این سندش هست. در نتیجه ما تا زمانی که نه نهج البلاغه، بخاری هم اگر صحبتی رو خود بخاری، من این توضیح خدمتتون بدم آقای محسن، ما یک سری سخنانی در بخاری داریم که به نام معلقات بخاری هستن. یعنی چی؟ یعنی اون سخنان سندش نگفته. مثلا امام بخاری میاره میگه مثلا ابو هریره اینطوری گفته، سندش رو ذکر نکرده. این ما جزو صحیح بخاری به این معنی که مثل بقیه احادیث مستند بخاری قبول کنیم اونطوری قبولش نداریم، مگر اینکه بریم بگیم این ابو هریره که اینطوری گفته بخاری از کجا آورده. میریم مثلا میگردیم بله مثلا این کتاب، این سخن ابو هریره در مصنف ابن ابی شیبه، در نمیدونم مصنف عبدالرزاق، در فلان کتاب اومده، اونجا مستنده، اینجا مستند نیست. در نتیجه ما میگیم معلقات بخاری سند ندارن مگر اینکه جای دیگه مستند بشن که البته علامه ابن حجر این کار کرده و کل معلقات رو سنداشون رو پیدا کرده. حالا بله، اگر در رابطه با روایاتی که از امام علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه وجود داره سندش جایی پیدا بشه، اون سند قابل بررسی است که صحیح هست یا ضعیف است. اما اینطوری نهج البلاغه سند ندارد، نهج البلاغه رضی سند ندارد. آقای موزن، اون چیزی که من گفتم اینه. منم منظورم اینه که سندش رو میشه پیدا کرد و بسیاری از بسیاری از خطبه و کلمات با سند صحیح وجود داره. منتها محققین میرن سند رو پیدا میکنن، استناد میکنن، عوام همون کتابو که به اصطلاح سید رضی. حالا من صحبتم اینه، شما میتونید آقای محسن الان برای ما و بینندگان مثلا فرض کنید، به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم، مثلا امام بخاری رحمه الله غیر از احادیث مستندش احادیث معلق داره، یعنی بدون سند هم ذکر کرده. علامه ابن حجر عسقلانی یک کتاب نوشته و اون احادیث بدون سند امام بخاری رو سنداشون اونجا ذکر کرده که اینا با این سند در فلان کتاب اومده، در فلان کتاب اومده، در فلان کتاب اومده. حالا آیا شما میتونید برای ما و بینندگان یک کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب مثلا نقل بکنید که محققین به اصطلاح شیعه نوشتن و اونجا بخاری رو و اونجا البته شاید باشه، من نمیگم نیست، ولی شما میتونید معرفی بکنید که اونجا سندا با سند ذکر کردن؟ بله بفرمایید. یکی کتاب 2 جلدی آقای محمد دشتی
خب تمام نصر البلاغه رو با زیرنویس سنداشو آورده. خب بعضی جاهاش هم نتونسته پیدا کنه، ولی بسیاری، یعنی 90% سنداشو آورده. خب این 90% مال کیه؟ مال محمد دشتیه. چشم، من بعدا حتما به این کتاب مراجعه میکنم. این محمد دشتی کیه؟ آخونده؟ غیر آخونده؟ چی هست؟ کی هست؟ این آخوند بهترین مترجم نصر البلاغه از نظر خامنه‌ای واسه نصر البلاغه است. خب کسایی هم که حالا این اونجا که ایشون سنداش ذکر کرده، تحقیق هم کرده که این سندا صحیح هستند یا نه فقط سندا رو ذکر کرده؟ دیگه نه. ببینید بخاری یه کتابی زحمت کشیده، قابل مقایسه با کتب دیگه نیست. کلینی 16000 تا روایت آورده، 5000 تاش 5000 خوردهش میتونیم صحیح باشه و حسن و اینا. ولی بخاری قابل اعتماد از لحاظ دیگه، خیال طرف راحته. کتاب تحقیق شده حسابیه. ولی کتب شیعه معمولا تحقیق نشده. علمای شیعه خودشون بعضی‌ها رو که سندشون ضعیفه قبول میکنن معتبره به وسیله چرا؟ اشکال کار کجاست به نظرت؟ به نظر من این روایت ضعیف هم به عنوان روایات معتبر بر اساس روایات دیگه‌ای که قرینه اومده واسه اونا رو به عنوان اعتبار قبول میکنن در فتوا دادن و نمیان تفکیک کنن. یعنی میان بر مبنای رجالی خودشون یه روایتی رو مثلا مال مفضل ابن عمر رو خیلی ها رد میکنن، خیلی هم قبول میکنن. نه حالا اون یه بحث آقای محسن، مبانی رجالیشونه. خب من فکر میکنم که اگر حتی برای این مثل اهل سنت، تصور من این هست، اجتهاد هست به هر حال، من فکر میکنم اگر خواسته باشند مثل اهل سنت احادیث رو غیربال بکنند، اهل سنت تنها امام بخاری رحمه الله این کارو نکرده. بعد از اون کسان زیادی اومدند و در عصر اخیر هم علامه ناصرالدین آلبانی اومده که یک کار بسیار بزرگی انجام داده. شعیب ارناؤوط، عبدالقادر ارناؤوط، شخصیت‌های معاصر کارهای بزرگی انجام دادند و در باب تحقیق احادیث کارهای زیادی کردند. من تصورم اینه که اگر کتاب‌های روایی شیعه حتی بر اصول روایی شیعه هم عرضه بشن، چیز زیادی ازشون نمیمونه. وقتی چیز زیادی ازشون نمونه، اونها در خیلی از مسائل فقهی، در خیلی از مسائل روزمره و احکام گیر میکنن. به این خاطر این کار نمیکنن. به هر حال ممنون و متشکرم آقای محسن عزیز از تماستون. بله. یه چیزی بگم. بفرمایید. اجازه دارم؟ بفرمایید. یه کتاب دیگه هم بهتون معرفی میکنم، مرحوم آصف المحسنی افغان، دانشمند بزرگی بوده که ایشون واقعا خدمات بزرگی به شیعه کرده. 8 جلد کتاب احادیث المعتبره داره که روایاتی رو که سنداش خوبه و بحثای رجالی توش کرده. ایشون کتابش زحمت کشیده است. این احادیث المعتبره به نظر شما مثلا فرض کنید این کلینی رو مثلا آقای بهبودی و مجلسی روش تحقیق کردن و در این حال اکثر علمای شیعه تحقیقات اینا رو قبول ندارند عموما. این احادیث المعتبر رو تا چه اندازه در میان شیعه محبوبیت داره و تا چه اندازه مورد قبول علمای شیعه قرار گرفته؟ ببینید علمای شیعه هر کدومشون خودشون برای خودشون صاحب نظرن، واسه همینه مثل علمای اهل تسنن. نه ببینید علمای اهل تسنن هم صاحب نظر هستن، اینطوری نیست. مثلا امام بخاری رحمه الله، به عنوان مثال بهتون میگم، وقتی صحیح بخاری رو جمع آوری کرد و نوشت، این سندش رو و کتابش رو به 10 عالم اون عصر عرضه کرد. گفت شما نظر بدید، رأی بدید و اونا رأی دادند که مطالبی که شما جمع آوری کردید احادیثش صحیح و درست است. الان هم آلبانی، شعیب ارناؤوط، مثلا بقیه محققین اتفاقا برعکس، اونطوری که تو شیعه تقلید رواج داره به شدت، در میان اهل سنت اصلا اینطوری نیست. علمای بقیه میان آلبانی رو به چالش میکشند، بخاری رو به چالش میکشند. بخاری غیر از کتاب صحیح خودش کتاب تاریخ کبیر داره، تاریخ صغیر داره، ادب مفرد داره. در اون کتاباش کلی علما باش مخالفت کردند و کلی از احادیث رو ضعیف قرار دادن. به هر حال من فکر نمی کنم که علت این باشد اهل سنت. ولی خب وقتی یکی بیاد با دلایل علمی متقن یک مطلبی رو ارائه بده، قطعا علمای بعدی در برابرش زانو میزنند. مگر اینکه مثلا فرض کنید این در احادیث معتبرش مثلا خرابکاری زیاد کرده باشه که بقیه اعتبارش نمیکنن. اگر مثلا از هزاران حدیثی که در این کتاب نقل کرده مثلا 100 تا ضعیف باشه،
دیگه کسی بهش ایراد نمیگیره. خب ممنون و متشکر، به همین اندازه اکتفا میکنیم. آقای محسن موفق و مؤید باشید. به هر حال مطالب مفیدی رو عرضه کردید. من یک سری به یوتیوب بزنم در جایی که شبکه جهانی کلمه داره به صورت مستقیم پخش میشه و بینندگان زیادی در واقع دارند در اونجا صحبت میکنند، کامنت میگذارند و به صورت مستقیم حرف میزنند. ببینیم چند تا از کامنت هایی که در واقع در اینجا وجود داره خدمتتون بگم. ظاهرا بحثی که در اینجا در گرفته در رابطه با مسیحیت هم زیاد صحبت کردند و درباره کشیش ها صحبت کردند. حالا ما در واقع به اونها کمتر میپردازیم. این اگر صفحه لپتاپ من بدید اتاق فرمان، ممنون و متشکر میشم. در اینجا پیام یکی از دوستان گذاشته، گفته که روافض، خب اگر صفحه لپتاپ داشته باشم ممنون و متشکر میشم. اتاق فرمان گفته روافض پیروان واقعی ابن سبع یهودی هستند. بینندگی گفته یک شیعه مؤدب پیدا نمیشه اینجا، فقط میان اینجا چرت و پرت و فحش میدن. خب خودشونو به دنیا نشون میدن. بحث ها در اونجا خیلی داغ هست. دوستان عزیز حتما شرکت بکنید و نظر بدید، به جای صحبت های نادرست در واقع صحبت های درست رو مطرح بکنید. خب من خیلی از صحبت ها در واقع چیزهای الکی بودن که مطرح هستند. خب یک پیام دیگه از بینندگان، یک پیام واتساپی رو هم بخونیم. خب تماس داریم. خب آقای حسن از ایران رو داشته باشیم. آقای اسد از ایران، سلام بر شما. آقای اسد بفرمایید. آقای اسد درود بر شما، بفرمایید. آقای اسد اگر صدای من میشنوید بفرمایید. خب آقای اسد اگر صدای من میشنوید بفرمایید. خب آقای اسد قطع شدن و نتونستیم صدای ایشون رو بشنویم. بیننده این پیام داده، گفت آقای ترشابی سلام، آیا دفاع شما از عمر و معاویه مشکلی از گرفتاری های امروز هر ملتی میگشاید؟ شما که میگویید کسی که مرده و دستش از این دنیا کوتاه است کاری از دستش بر نخواهد آمد، پس این مناظرات برای چی هست؟ اگر اینطور باشد که شما میفرمایید آب در هاون کوبیدن هست. ببینید دفاع ما از عمر و معاویه در واقع خدمت شما بگم دفاع از اسلام هست، دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اگر ما معتقد باشیم که اسلام، قرآن، سنت پیامبر و رسول الله برای ما مفید بودن، از این شاگردان پیامبر هم دفاع میکنیم، برای اینکه اینها تربیت یافتگان مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. و اگر بگیم اینها آدمای فاسق و فاجر و کافری بودند، قرآن زیر سوال میره، اسلام زیر سوال میره، دین زیر سوال میره. در نتیجه وقتی ما از اینها دفاع میکنیم یا در اسلام دفاع میکنیم، مگر اینکه شما بگید خب اسلام به درد نمیخوره. مگر شما معتقد به این باشید که اسلام، ما معتقدیم اسلام به درد میخوره. ما معتقد به این هستیم که در اسلام ما نظام خانوادگی داریم، در اسلام ما یک نظام اجتماعی زیبا داریم، در اسلام ما قانونهای خوبی داریم و میشه ازشون اخلاق خوب داریم، رفتار خوب داریم، راهنمودهای خوب داریم و میتونیم از اینها تمسک بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. در نتیجه دفاع از اینها دفاع از اسلام هست، دفاع از اخلاق هست، دفاع از قرآن هست و دفاع از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. آب در هاون کوبیدن نیست. وقتی مناظره ما میکنیم، صحبت میکنیم با آخوندها، چی میگیم با آخوندها؟ میگیم دست از قتل بردارید، دست از کشتار بردارید. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و فاطمه با هم دوست بودند، رفیق بودند، مشکلی نداشتند. به خاطر اینها نباید به سر و کله همدیگه بزنیم. با آخوند میگیم پول ما رو صرف انسانکشی و جنگ‌های مذهبی در منطقه نکن. من فکر میکنم بروزترین صحبت هایی که انجام میشه صحبت هایی هستن که اینجا در شبکه جهانی کلمه به ویژه در مورد آخوندها انجام میشن. خب در واقع بخش های دیگری از تماس های بینندگان رو
پیام های بینندگان رو داشته باشیم. یه پیام دیگه داشته باشیم. سلام گفته سلام علیکم استاد، خوب میشه برنامه در مورد زندگی حاکمان بعد از حسن رضی الله رو بدهیم، حاکمان خوب و هم بد مثل یزید تا مردم اونها رو بشناسند. علامه برای شما که گفتید شاید بهتر باشه. ممنون. خب این هم پیشنهادی داده که در رابطه با تاریخ اسلام. به هر حال من فکر میکنم به طور کلی در رابطه با تاریخ اسلام در کشور ما در ایران یا کم کار شده یا اون قسمتی که کار شده سیاه نمایی شده. یعنی اومدن همه تاریخ اسلام رو، حتی تاریخ پیغمبر هم این رو سیاه نمایی کردن. گفتن مثلا شما تصور بکنید وقتی که اینها درباره تاریخ پیامبر این همه سیاه نمایی کردن، در مورد تاریخ بقیه چیکار میکنن؟ پیغمبر گفتن یه پیغمبر مبعوث شده، چند تا زن داشته علیاذ بالله فاسق و فاجر بودن، کافر و مرتد بودن، چند تا رفیق و دوست داشته هم مانند ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و اینها هم یک کافر و فاسق و فاجر و جاه طلب و موقعیت طلب بودن و پیغمبر هم در طول این مدت باشون تقیه میکرده و با تقیه و نفاق باشون زندگی میکرده. این خلاصه است از تاریخ اسلام که آخوندها در ایران از تاریخ پیامبر که به مردم ارائه دادن. خب وقتی اینها این نگرش و این نگاه رو از تاریخ پیامبر ارائه دادن، انتظار داریم تاریخ بعدی اسلام رو که دوران خلفای راشدین، دوران بنی امیه، دوران بنی عباس، دوران ترکان عثمانی و کسانی که برای اسلام مجد و افتخار آفریدن فکر می اونها رو برای ما خوب جلوه بدن، قطعا اونها رو خیلی منفی‌تر جلوه میدن. خمینی معتقد بود که یک دفعه اسلام در دوران علی هم پیاده نشده، ما داریم اسلام رو پیاده میکنیم. حالا این آشی که خمینی برای ما درست کرده بعد از 43 سال که هر کس بخوره نابود میشه. آقای محمد از تهران، سلام بر شما آقای محمد، بفرمایید. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. یه سوالی داشتم در مورد این موضوع. البته من چندین بار پرسیدم اینو، چون این آخونده بس اشتباه افتاد همیشه عمرم اونجوری نماز بخونه قاطی میکنم. مسئله اینکه مسح دسته که پایین به بالا میشه بالا پایین. شما یه بار که سوارش که سنت، یه بارش که فرض رو برای من نمایش بود خیلی آروم. متوجه نشدم آقای محمد، صدای شما یه مقداری بمه حداقل تو گوش من و من خوب متوجه نمیشم که شما چی میفرمایید. من درباره خواهش می‌کنم درباره موضوع اهل سنت. بله. موضوع اهل سنت رو بپرسم. بفرمایید. سلام میاد. بله صداتون خوبه بفرمایید. چون این موضوع آخونده بس در کریم بهش من چند نفر از همکارشون پرسیدم باز خاطی میکنم باش. تا این مسح دست رو که از پایین هم بالا میشه کشید آخونده میگه اشتباه، اون تو یه بارش فرض طبق قرآن سوای سنت میشه. شما یه بار فرضشو مثلا خیلی آروم نمایش کنید با دستون مسحشو موقع وضو، چون دقیقا متوجه شم. و بعد یه سوال دیگه هم داشتم که اجازه بدید یک لحظه آقای محمد، اجازه بدید آقای محمد، من همین سوال اولتون هم خوب نفهمیدم. اتاق فرمان شما متوجه شدید سوال اول رو؟ خب یه بار توضیح میدم باشه؟ بفرمایید. ولی صداتون تو گوش من بمه، من نمیدونم برای بینندگان چطوریه متاسفانه. درسته. سعی میکنم درست بگم. خب این وضوع اهل سنت رو خب به من مسح دستش رو چند بار از همکارای شما شنیدم. مسح دست؟ خب بله مسح دست رو به این وضوع آخونه که یاد بدن عادت. ببینید اهل سنت در وضوع میگن فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستهایتون رو تا آرنج بشویید. چطوری میشویند؟ آب بر میدارند کف دست، این آب اینطوری میریزند بعد اینطوری میمالند. یعنی شستن از این طرف از سر انگشتان دست تا آرنج هست. البته این مستحبه، اگر یکی اینطوری هم بشوره خلاف استحباب هست، ولی وضوعش درسته. اصل شستن فرضه، از این طرف از سر انگشتان دست به طرف آرنج شستن سنت و مستحب هست. این خلاصش هست آقای محمد. از این سمت دست رو از پایین به بالا بکشیم اشکال نداره؟ سمت وارد دست رو یعنی اینطوری بشوره به این صورت از طرف آرنج به سوی سر دست؟ بله
خلاف فرضش ادا شده وضوحش صحیح میشه ولی خلاف مستحب و سنت هست. بهترین هست که آدم برای اینکه اجر و پاداش زیادی ببره به سنت عمل بکنه. بله، حالا دوستان ما در اتاق فرمان میگن انیمیشن روش وضو و روش نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم در تلگرام شبکه جهانی کلمه وجود داره، میتونید اونجا مراجعه بکنید و داشته باشید. ولی من به صورت کلی خدمتتون آقای محمد عرض بکنم که شستن دست ها از سر انگشت تا آرنج که آرنج هم همراهش هست این فرضه. حالا به هر طریقی شسته بشه، به هر طریقی چی بشه این فرضه. اما این که از سر انگشتان بشوریم، از طرف اول دست بشوریم تا آرنج به این سمت مس بکنیم دست رو وقتی میشوریم آبو بکشیم، این سنت هست. شما اگر فرض تنها رو ادا بکنید بشوریدش، سنت رو در نظر نگیرید، وضوتون درسته. اما اگر با انجام سنت به روش سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بشورید، علاوه بر این که وضویتون درست میشه اجر و پاداش بیشتری میبرید. این است که باید تلاش بکنیم که اعمالمون رو طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام بدیم. خب یک پیام واتساپی هم داشته باشیم. اگر یک نفر فاسد که مشغول فساد است بگیرند و بکشند به صلاح خودش است، برای اینکه این اگر زنده بماند فساد زیادتر می کند و فساد که زیادتر کرد عمل چون ریشه عذاب است، عذابش در اونجا زیادتر می شود. چون سخنی از سخنان خمینی برای ما فرستاده و خلاصش همین سخن همین بود که شنیدید. بحث کشتن خب بحث خشونت هست، ولی به هر حال یک انسانی که مشغول فسق و فجور و فساد هست جامعه رو به فساد میکشه. حالا یکی کار شخصی میکنه، گناه شخصی میکنه، جنایت شخصی میکنه، بحثش فرق میکنه. اما اون کسی که جامعه رو به فساد میکشه اون بمیره قطعا براش به نفعشه، به نفع خودش هم هست، به نفع جامعه هم هست. مثل خامنه‌ای، مثل حکام فاسد که هم هر روزی که بیشتر بر حکومت بمونند و در زندگی دنیا بمونند هم مردم اذیت و آزار بیشتری میکنند، هم خیانت و جنایت در حق مردم بیشتر میکنند و همین که گناه خودشون رو افزایش میدن. کسی مانند قاسم سلیمانی دستش آلوده به خون صدها هزار انسان در سوریه، در عراق، در یمن و در منطقه. قطعاً کشتن این آدم به نفع خودش هم هست، برای اینکه پروندهش سبکتر میکنه. و خیلی ها هم البته این چیزی هست که صدق و هو کذوب، در واقع ایشون یک حرف راستی زد خمینی، در حالی که ایشون آدم دروغگویی بود و بر اساس دروغها و فریبکاری هایی که کرد ملت و کشور ایران رو به این حال و روز انداخت. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون. خیر القرون مواقفا و مثالا تبع الرسول اذا سعى او قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم